салом дӯстони гироми қадр ва тамошобинони ютуб канали Самимона ТВ. ҳамаи шуморо барои сайри таърихӣ ба шаҳри таърихии Карон даъват мекунам. Ва аллакай кормандони мо ин лаҳза барои наворбардорӣ аз телевизиони синамо ҳузур пайдо карданд ва дар бораи шаҳри Карон як наворбардорие хоҳанд кард. جای اساسیش کجا ایران؟ این معبد آتش، ورزشگاهش، آمفی‌تئاتر، معبد آب، ای چیشه باجخانه، این پایان جای ستاره شناسی خیلی بالا دیگه شاهد. همین نقطه را خیلی پیدا کردن، کوه کندن پیدا شد. این زیری خوب بدم، این بعد پروژه آرکئولوژی در 2012 سال شروع شد. نمی نقطه چی است توزیه؟ می قصر است چی است این؟ این معبد آتش. معبد آتش ها؟ شهر کران با کدام دوره رسمی ها؟ با کدام دوره تاریخی؟ عارفی زیاده از 3000 ساله دارم میگن. 3-4 هم خیلی گفته‌اند با الکساندر نیکیتی میگن ای سکه شناس پترزبورگی و چی میگه و که با 5000 گفتگی همین که اینجا یک دونه فقط سکه افتادن اینجا همه کلشه آرکئولوژی مقصد با اون مقصدی که کنده ها پیدا شدن که علما اثبات شد که خیلی چقدر تاریخ بله بله حتما ما کم صحبت این چیزی که گفته سن برای بگاه واسه خوب دوستانی عزیز محبت آتش نام دارد این نقطه‌ای که ما این لحظه نوار میبرداریم و اکنون حالا تاریخش مشخص نشده است و همین نش معلوم است که دیگر کشف گشته است و چون کشف گشت حتما باقی مانده نقطه ها چاوگانبازی در روی سوزه خاک در روی خاک ها میدان ورزشی در حدود 300 متر در پهنای 60-70 متر میدان ها؟ همینجای با درازی چند؟ 300 متر در پهنای 60-70 متر بعضا نفر 60 متر در 70 متر درازی 300 متر این ای قسمتی آبگذری برای همین بالا آب می بودن خیلی از آن زیر خاک کردن اما بیرون نشد سنگت ساختگی هم قسمت داری؟ نه این خیلی تروبه های گلی ساختگی هم این خیلی میدان جانم هست همونو خطی ساختگی هم مقصد که آب میگذارن سیستم آبگذرونی هم قلم میخواد با همون طریق تروبه های گلی بینن اولی خوب کشف همینجا کی بود؟ چه کشف بود همینجا؟ نخستین کشف همه استاد یوسفی عقوب فسن چه پیدا کردن همینجا؟ مثلا سرازمت در کشفش یک خبری وای باعث شد که مثلا همون چیز یافت شود. اما هر چی که پرسیدیم اما را پرس. میکروفون زدی دست داد خوب با ما لحظه باز هم دوام دهیم سیر خود را در شهر تاریخی کران و خوشبخت جان الکای از تلویزیون سینما کوشش‌های خود کرده ایستاده است این نواربرداره که سیاره خود را که در شکل ورتالیات و هواپیما ساخته گشته است الکای این لحظه کوشش میکند که چند نوار بسیار جالب از این شهر تاریخی بردارد. من برای شما خوشبخت جان برار میخوام. خوب اکنون میبینیم که همکاران ما از تلویزیون سینما کوشش میکنن که درباره همین شهر تاریخی معلومات جمع بیاورند و چون حالا مشخص نیست که چقدر
چقدر حسابی چقدر تاریخ هست. با همین خاطر ما این لحظه ثبت خود انجام میدیم و میبینیم که همکارانی ما را که ثبت کرده ایستادن. ما همین خاطر خلال نمیرسونیم به کاری آنها. بسیار ایجا را خطون از نوسازی کرده نه؟ یا نه چی بودن بعضی همون بازمانده های زینه ها تاریخی چی پروسه چیزی برای بودن؟ اومد رفتی خیلی جنوب کردن زینه ها را ساختن همون دو تا سیستم و برای اینجا صحنه تئاتری ساختن. نه همین اینا را کدام می‌گیرن. بازمانده تاریخی همینجا از همون دوره 3,500 ساله است کدامش هست؟ نه همه همه شستن بزنم چی همه گرد به همین صحنه تئاتری کردن برای آمدن جنوب نمید. شکلش زینه ها. بود اکوخی ها مثل نه با شکلش ساختن اینا نبودن، اینا زیر اینا همه چی هن؟ خانه ها. خونه که در پایان ساخته بلوش آینه کدگی هم چی هست همون؟ او چی های مرکز ستاره شناسی. او را همون بوده که اون بایوش همه شکل تاریخی چنان اونا یگان همون تنگور همون بازیافته تو ندیدیم یه بار. اک تنگر او ما نمیدونم در جای اینه نه که او چیزا شده نمو خونه محکم در این خانه باجخانه میگن در اینجا محکم هستن. این همه دیوار پیور همه شای خودش بیدن در اون دوره پیش همزه که هیچ کس نمیده اینا تای خوب بید مردم نمی دههای ما اصلا ما در نمیجا کشت میکریم گندم نمیجا را نمیدونستیم بخدو چی گپه خلای کنه میگفتیم نه که عمیق قلعه کونه میگفتیم او قلعه هم دورش مایده هم بدیم که میگفتیم قلعه کنه بعد اینجا اومدن کار کردن ما چی میدونیم که همیجا چی همی تای خوک هم خیلی توپ خوک بده بالا میبرومه کودک خیلی در شمال هم تربیت کردیم ما چی میدونیم که تای خوک شهر بوده است نه؟ در بالای تنگا و تیلا بازی داریم ها؟ نشون امکان هست نشون تنیا برد. همون جای وقت کنه خب دوستان عزیز اکنون ما اون بازیافتایی که از این شهر پیدا کردن همراه دوست عزیزمون اینک میرویم جانبی اون بازیافتا و برای ما نشان میدهند و شاید یک هم در شهر هم میدهند که این چی بازیافتا است چی خیلی پیدا شد. شاید در این مورد میگویند که با استاد جسوشو یعقوب شو و چند تن تاریخ شناسی دیگر ارخئولوگ ها اومدند و تحقیق کردند و کوشش کردند که چیزی پیدا بکنند از این شهری بسیار چند هزار ساله مانیخترش. خب اون یادگاری هایی که پیدا کردن اینجا در یک نقطه که محفوظ است و میبینیم که با قلف هم شده است و ما وارد میشیم و بزودی یک کمی درباره تاریخ این بازیافتا سفال ها هم هست اینجا. کجا را نو یافتین یکم چه نوی نو یافته ها پایان بردگن بعضا شکستن برای رستوراسیون. این باجخانه بوده زمان پیش یعنی که چی همون کاروانایی که میگذشتن به همین طریق همین شهر یعنی که از آنها یعنی که می آمدن اینجا باج میسپردن یعنی که میگذشته میرفتن. مایل شما یک این قبرهایی هستن که بر سیستم آبگذرانی شهر رو تامین میکردن. اینو خبرها اینا از سفال ساخته شدن اینو از گیلی خاکی سرخی اصلا همشون خیلی با هم پیوست میشدن یعنی که همین سیستم آبیاری قلعه رو تامین میکردن. باز بغیر این سیستم آبیاری رو تامین میکنن اینو چی هستن اینا مثلا اینو مثلا چیز است که برای معده کردن توت گندم مثال تیپس میگن مردم در روز همی درون یعنی توت این دیگچه سنگینه و خلاصه ایمانه که این دیگچه سنگین خوراک میپختن در دیگچه سنگین. اینا باز چیزایی هستن که برای یعنی چیزای روزگار مثال استفاده میشدن. این سنگی ما مردم در روز مثلا سنگ جواز میگن جوازک توزی هم هست بین مردم هست. این خیلی سنگ ها هستن که بینشون چی کردگیم در همون هم با هم توت گنده مثلا همین چیزا رو میده میکنیم به طریق همین. خوب یک جان تشکر با شما سپاس برای که برای ما معلومات دادین و من برای شما در انجام دادن کارها قرار میخواهم.
зинда бошед. Хуб дӯстони азиз, мо сайри таърихиро акнун фикр мекунам ба анҷом мерасонем ва меравем ҷониби дигар минтақаҳои фарҳангии ноҳияи Дарвоз ва фикр мекунам ин сайри таърихи мо ба шумо маъқулам шуд ва шумо аз ин сайри мо чанд бардоште кардед ва дар бораи таърихи миллатамон ба махсусан ин шаҳре ки дар Дарвоз пайдо кардан маълумот гирифтед. Мазарат, саломат бошед. Рӯзгори хуш осуда ба ҳамаи шумо хоҳон ҳастем.